سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به بازی ماینکرافت پارت 2 که قراره این بار بریم سراغ آهن و بقیه چیزا بگردیم. دارم خوشم این دوباره صدای کریپر در اومد. پارت قبلی بهم یکی گفت که ایشون صدای هر مابیو میتونه در بیاره. من موقع فکر کردم کریپر قراره تو سرم بترکه، ولی خب اینجوری بود. بله امیدوارم خوشتون بیاد و اینکه ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، اما زنگوله رو بزنید که هر موقع ویدیو دادم با خبر بشید و نظرتون رو بنویسید تو کامنت ها. همه کامنت ها رو میخونم و بریم برای ویدیو. الان وسایل نیازمون غذا میخوایم و غذا میخوایم، فقط همینجا 7 غذا کافیه. حالا چوب نیاز داریم که فکر میکنم 27 مون کافی باشه. خب انگار همین بغل خونمون یه غار خیلی بزرگ بود. ویدیو قبلی هم فکر کنم به اینجا اومده بودیم ولی حواسم نبوده بود. خب آهن دارم میبینم، مس هم که ابزارهای مسی اومده نیاز داریم، مس میکنم بعد برداریم. زغالم پیدا کرد نیاز داشت، یادم رفته بود تورچ بیارم با این درست میکنیم. زیرش آهن بود دیگه. فکر نکنم وسایل مسی نیازمون باشه، ولی مسا رو میکنیم برای ساختن کاپر گلومون بعدا. البته الان که نیاز نداریم، حالا پارتای آینده بهش اونم میرسیم. لپیز اینجا طلا هم داریم. صدا اسکلتون میاد، فکر کنم قراره اذیتمون کنه. طلا رو میکنیم. بدستون هم اینجا هست. اسم کنم کوپر قراره خیلی نیازمون باشه در آینده برای ساخت استوریج و این چیزا. از کل کاپر کوپر که نمیگن. خب اسکلتون اینجاست، داره اذیتمون میکنه. کاپر فکر میکنم خیلی نیازمون باشه برای آینده. اوه دایمند پیدا کردم، فکر نمی کردم اصلا اینجا دایمند باشه. اینجا راهی به پایین تر داره ولی خب فکر کنم بهتره نرم. خب اولین مابی هم که کشتیم اسکلتون بود بعد این چند وقت. کلنگم برام میشکنه. بله شکست. عوضی ترین ماب بازیه. بله کریپرایی که دنبال من. از گود بمیرم ولی خب زندم هنوز، خدا رو شکر. خب نزدیک بود دوباره بمیرم. چه اتفاقی داره برام میفته نمیدونم. بریم بالا دیگه اگر بشه. خب یه قارم رفتیم، آهن رو پیدا کردیم. 46 تا آهن و 39 تا زغال و 2 تا دایمند که فقط 2 تا. مشکل همینه، 3 تا نیاز داشتیم. گوشتمون پخته این ور رو. آهنا رو بیذاریم بپزه. از این ورم سنگ نیاز داریم. سنگ خیلی با اینکه رفتم اون قار اصلا سنگ نکندم. 2 تا از اینا درست میکنم و اینجا قدم. خب این از چست پلیتمون، کفش، و اینم از کلامون و اینم از شیلدمون. حالا ما فول آیرنی شدیم، فقط ابزارهای آهنی مونده. الان توتی هم بیارم توی خونه با هم. سلام مرتبات. اسمش هم اگه دوست داشتید توی کامنت ها بگید. حالا نمیدونم
اگه دوست داری بیاد داداش، بیا عزیزم، بیا. آها. بیا پایین. قرار نیست بیاد پایین انگار. یه شمشیر آهنی، تبر آهنی و بیل آهنی و بقیه وسایل رو هیچ اسم میذاریم. خب دوستان تصمیم گرفتم یه ذره اینجا رو صاف کنم و اگه بتونم مزرعه بسازم، حالا گاو، گوسفند یا فارم، حالا سید یا همون گندم بهتره بگم بسازم. اینجا چی گاوی نمیبینم من. خب بریم چوب بکنیم برای ساختن فارم گندم. خب فکر کنم 38 تا از این چوبا کافی باشه برای ساختن فارم گندممون. یه ذره بریم زمین رو شخ بزنیم و صاف کنیم. خب یه ذره از خاک اینجا کندیم و انقدر شد که یه ذره اینجا رو صاف کنیم اینجوری. خب درتمون هم تموم شد. یه فارم کوچیکه، حالا زیاد بزرگ نیست ولی خوبه برای الان. اینم از این فارم خوبمون و به درد بخور. خب دوستان تصمیم گرفتم که از راه گاو گوسفندم درست کنم که همین بغل همین فارممون درست میکنم، البته نچسبیده باشه. خب این وسط هم یه دونه کارپت میذاریم که ازش بالا بریم و بتونیم بریم توی گوسفندا و گاوها. خیلی خوب دوستان، خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید و اینکه امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظرتون رو برام کامنت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و اینکه خیلی ممنون که تماشا کردید و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار شما.